آن امینه اماناللویوا عائله الشیر میرزاناباد. جسدی امینه اماناللویوا ҳамсари раиси собиқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро аз Афғонистон ёфтаанд. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که مرزبانان افغانستان روز 3 ایول جسد یک زن را به مرزبانان تاجیک سپردند و تشخیص نشان داده است که او همسر الشیر میرزاناباد است. جسد در روبروی ناحیه شمس‌الدین شاهین از سمت افغانستان پیدا شده است. امینه اماناللویوا همراه با همسر و دختر 2 سالش و یاور و راننده شوهرش روز 17 میلیون در رود 5 غرق شده بودند. شاهد مراسم ودا با معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی پیکر الشیر میرزاناباد را روز 30 ایون و یاور و راننده‌اش را روزهای 25 26 ایون پیدا کرده به خاک سپردند. جسد عارفه دختر 2 ساله الشیر میرزاناباد هنوز پیدا نشده است.